درود مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا اینجا همراهی کرده باشین و از مطالبی که گفتیم حد اکثر استفاده رو کرده باشین و حداقل دیدگاهمون نسبت به هیجانات و احساساتی که تجربه میکنیم به طور خوبی تغییر کرده باشه و اصلاح شده باشه. گام اول در مدیریت هیجان و تنظیم هیجان‌ها گفتیم شناسایی هیجانی، گفتیم پذیرش هیجانی رو داریم دیگه همیشه. پس گام اولی که باید برداریم اینه که ما بتونیم هیجانات خودمون رو بشناسیم و نامگذاری بکنیم. در واقع دروازه ورود به پذیرش و تنظیم هیجان شناخت و آگاهی از هیجانات و احساسات و آن چیز که داره در ما اتفاق میفته. نامگذاری و برچسب زدن به هیجانات و احساساتی که داریم باعث میشه که تجربه فیزیولوژیک اون احساس بیاد به سطح آگاهی ما و حالا دیگه اون مغز هیجانی واسه خودش فعالیت نکنه، مدیر کل بیاد بالا سر کار و قشر پیشانی ما میاد وسط، نظارت کار رو به دستش میگیره. اسکنای FMRI نشون داده که همین کار به ظاهر ساده و البته کاری که خیلی هامون درست انجامش نمیتونیم بدیم و بلد نیستیم اینه که با انجام دادن این کار فعالیت قسمت آمیگدال مغز کاهش پیدا میکنه، در مقابل قشر پیشانی و قسمت آنسولای فعالیت بیشتری رو انجام میدن. همچنین شبکه‌های تنظیم شناختی که برای پاسخدهی منطقی تر فعالیت میکنن فعالیتشون میره بالاتر. یعنی همین که ما تو یک موقعیت که هیجانی رو داریم تجربه میکنیم بتونیم بفهمیم، اسم بذاریم واسش، نامگذاریش بکنیم، لیبل بچسبونیم که آقا من اینو دارم تجربه میکنم. هر چقدر ما بتونیم احساسات و هیجاناتمون رو بهتر بشناسیم بهتر هم میتونیم از پسش بر بیایم، مدیریتش بکنیم. اما چطور این کار رو بکنیم؟ چند تا تمرین برای این که توی شناسایی این هیجانات ما یه مقداری قوی تر بشیم و این روزها ازش استفاده بکنیم. مورد اول این که اسکن بدنی بکنید، یه چند لحظه مکس بکنید توی اون موقعیت ها و خودتون رو اسکن بکنید که الان از سر تا پاتون در چه حالیه، دمای بدنتون چجوریه، قفسه سینه‌تون احساس سنگینی داره یا نداره، تپش قلبتون بالاست یا پایینه، گرفتگی خاصی در نواحی خاصی از عضلات ما وجود داره یا نداره. و با انجام دادن این اسکن بدنی که ببینیم داره در ما چه میگذره، چه فیزیولوژی بدن ما داره چه حالتهایی رو برای ما نشون میده، حالا نزدیکتر میشیم به اینکه بدونیم این احساسی که ما داریم اضطراب، شوق، خشم، غم، افسوس، حسرت، غبطه، شرم چیه. تکنیک بعدی برای اینکه ما بتونیم هیجانات پیچیده ترمون رو بهتر توصیف بکنیم اینه که بیایم اون هیجانات رو با چند کلمه از این به بعد توصیفش بکنیم. با 3 یا 4 تا کلمه توصیفش بکنیم. مثلا الان نزدیک کنکور امتحاناتتونه، جای اینکه فقط بگی خب من اضطراب دارم، برای خود توضیح بیشتری بدی. به جای اینکه یه کلمه کلی بگی اضطراب، بیا اونا رو بازترش بکنی، بگی خب من ترس دارم از اینکه اون نتیجه مطلوب رو نگیرم، ناامیدم به خاطر اینکه فکر میکنم شاید دیگه دیر شده و احساس فشار میکنم، احساس عقب موندن میکنم از بچه‌ها، ضربان قلبم هم رفته بالا، یه مقدار برانگیختم، بیقرارم، دلشوره دارم، نگرانم از اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته. چیزی که در ظاهر ما اضطراب امتحان، اضطراب کنکور داریم میگیم، حالا در واقع شد مجموعه ای از یه سری چیزهای دیگه. ترس به یه علتی، ناامیدی به یه علتی، فشار و بیقراری به یه علتی و چند تا مؤلفه دیگه. حالا من میتونم بدونم واسه هر کدوم از اینا از تکنیک‌های دیگه چطور استفاده بکنم که بهتر مدیریت بکنم، تنظیمش بکنم. یه موقعیت دیگر رو مثال بزنیم. این که ما میشنویم رتبه دوستمون توی یه آزمون آزمایشی یه مدلی میشه، احساس حسادت میکنیم به خاطر اینکه کاش منم رتبه خوبی داشتم، احساس شرمندگی میکنیم به خاطر اینکه از خودمون ناراحتیم، احساس ترس میکنیم به خاطر اینکه از بقیه عقب‌تریم و از این کلمات میتونیم استفاده بکنیم که دایره توصیف هیجاناتمون گسترده تر بشه و حالا به وقتی میخوایم وارد تکنیک‌های بعدی بشیم بهتر بتونیم از اون استفاده بکنیم، جای اینکه فقط بگیم حالم گرفته، نمیدونم، حالم بده. موقعیت دیگه،
وقتی که به روز کنکور داریم فکر میکنیم احساس وحشت زدگی ممکنه یه کمی داشته باشیم، ترس از اینکه ممکنه یه اتفاقی بیفته، احساس بیقراری، احساس از طرفی اشتیاق به خاطر اینکه دیگه همه چی خوب پیش بره، تموم شه این دوران. و باز دوباره توی اون موقعیت میبینیم که میتونیم توصیف‌های بیشتری رو انجام بدیم. یا وقتی خودمون رو داریم با افراد قوی‌تر مقایسه میکنیم، جایی که بگیم آقا حالم خوب نیستش بابا، اینا همه قوی‌تر منن، حالا بیایم اینو برای خودمون بازتر بکنیم. من احساس میکنم که اونقدر خوب عمل نکردم، یه احساس حقارتی دارم، یه احساس حسادتی دارم، یه افسوسی رو دارم میخورم که ای کاش زودتر شروع کرده بودم. و این مجدد باعث میشه که ما بدونیم که رو هر کدوم از این بخش ها چه کارهایی رو باید انجام بدیم. خیلی وقتا ما مداخلاتی رو میریم به سمت اینکه بگیم آقا این احساس مثلا ناکامی که تو داری، این احساس حقارتی که مثلا داری تجربه میکنی، آقا این خب اشتباه این فکر تو، بعد بیایم یه ذره با این فکر کار بکنیم که تو جلوتر هم بهش میگیم چطور این کار رو میکنیم تا این یه مقداری بهتر بشه. گرفتی چی شد؟ پس همین که ما بتونیم توصیف بهتری بکنیم هیجانات خودمون رو، که در من داره چه میگذره، چه چیزهایی داره همزمان میگذره، باعث میشه که یه پذیرش اولیه‌ای نسبت به این داشته باشیم. تکنیک بعدی بحث جورنالینگ یا نوشتن روزانه در رابطه با احساسات و افکارمون. چطور این کار رو بکنیم؟ شما میتونید زمانی رو اختصاص بدین، مثلا غروب ها که چند ساعتی قبل از خواب، خیلی نزدیک به خوابتون نندازین. به نظر من پیشنهاد میکنم خیلی اون موقع نباشه، چون ممکنه سطح هیجانتون بره بالا، خوابتون رو تحت تاثیر قرار، ولی تایم مثلا عصر غروب تایم خوبی. یه دفترچه، یه اپلیکیشنی که توش بخوایم بنویسین، اونو بردارین، فضای نوشتن به شما بده، بدون سانسور شروع کنید هر چیزی که به ذهنتون میاد رو بنویسید. نیازی اصلا نداره به ساختار بندی و قالب بندی جملتون دقت بکنید. فقط افکار، احساسات، تجربیات خودتون رو توی اون روز به صورت آزادانه بنویسید که روز شما چجوری گذشت، چه احساساتی داشتی، چه چالش‌هایی رو داشتی، چه چیزی باعث شد که احساسات متفاوت‌تری رو داشته باشی، تجربیات سختتون چی بوده، اتفاقای خوبی که اون روز افتاده بوده چی بوده. و توی هیجاناتتون و ابراز اونا تمرکز بکنید، روی نوشتن اونا. اینکه با دقت شرح بدین، از کلمات عمومی مثل اینکه من خسته شدم و ناراحت شدم استفاده نکنید. توصیف دقیق با جزئیات. از دیدن نتیجه آزمونم احساس بدی پیدا کردم، ناامید شدم، ناراحت شدم و احساس میکنم که مثلا با این شرایط نمیتونم اون نتیجه مطلوب خودم رو بگیرم. یعنی ببین همین یه جمله که از نتیجه آزمونم ناراحت شدم خودش شد چند تا زیر شاخه، توصیف دقیق تری داشتی انجام میدادی. و حالا بعدش به این یادداشت‌هاتون نگاه بکنید، تغییرات هیجانی یا فکری که در طول نوشتن این وجود اومده رو بررسی بکنید. احساساتی که شما نوشتین رو وقتی دارین بررسی میکنید با افکاری که دارین، حالا بعداً جلوتر میگم چطور اصلاحش بکنید، نگاه بکنید که او کجاها خطاهایی بوده به لحاظ شناختی و چه اتفاقاتی افتاده. و حالا اینو اگر طولانی مدت هم انجام بدید که میتونید هر چند روز یه بار یا چند هفته یه بار نوشته‌های قبلی خودتون رو نگاه بکنید و الگوهایی رو در احساسات و رفتارهای خودتون پیدا بکنید که بهتر بشناسید خودتون رو در این مواقع. پژوهش‌های مختلفی باز اثر بخشی این رو نشون داده. نوشتن در رابطه با تجربیات عاطفی و استرس‌زا باعث شده که کاهش اضطراب به همراه داشته باشه و به لحاظ سلامت روانی بهبود بهتری داشته باشن، وضعیت جسمی بهتری هم داشته باشن. این مثلا یکی از پژوهش‌ها نتایجش بوده. یافته‌های پژوهش دیگه‌ای نشون داده که در سال 1998 که احساسات با انجام دادن این کار باعث میشه که نوشتن جورنالینگ و نوشتن به افراد کمک میکنه تا احساسات منفی خودشون رو بهتر پردازش بکنن، بهتر بیرون بریزن و در نتیجه به دنبال اون کاهش افسردگی و اضطراب رو مشاهده کرده بودن توی افرادی که دارای این اختلالات بودن. یا پژوهش دیگری که تو سال 2006 انجام شد مجدد اشاره داره به این موضوع که نوشتن در مورد هیجانات، به خصوص هیجانات ناخوشایند، به افراد کمک میکنه که درک بهتری از خودشون و هیجاناتشون و موقعیت‌های هیجانیشون پیدا بکنن و در نتیجه بتونن اونها رو بهتر مدیریت بکنن.
از طرفی مجدد یافته‌هایی هست از پژوهش‌های دیگری که در سال 2001 انجام شد که جورنالینگ باعث میشه که ذهن افراد در پردازش و دسته‌بندی افکار قوی تر بشه و تجربیاتش رو بتونه از اونها استفاده بکنه و عملکرد بهتری رو داشته باشه. پژوهشی در سال 2013 مجدداً همچین یافته‌ای رو برای ما داشته که نوشتن این پژوهش‌ها توی همون تایم‌های چند ساعت قبل خواب به کاهش شدت افکار مزاحم کمک میکنه و استرس‌های روزانه رو کمتر میکنه و باعث میشه که حتی خواب بهتری هم داشته باشیم. این هم گفتم که خیلی وقتا بچه‌ها توی این موقعیت‌ها خوابشون خیلی به نوعی تنظیم نیستش. پس گام اول این بودش که ما بتونیم این هیجانات رو شناسایی بکنیم، توصیف بکنیم و گام‌های بعدی رو در ویدیوهای بعدی با هم بررسی